داشاکل، داستانی صادق هدایت. شیراز قدیم. داشاکل لوتی معروف شهر، یه مرد چارشونه با شال و کلاه و قبای بلند. صورتش پر از جای غم است و ظاهرش یکم ترسناکه، ولی چشمهاش یه جوریه که همه میفهمن دلش صاف و پاکه. دست و دلبازه، هوای فقیرها رو داره و هیچ کس هم جرأت نمیکنه جلوش وایسه. با این حال یه دشمن خونی هم داره، کاکا رستم، یه آدم حسود و ترسو با لکنت زبان. همیشه پشت سر داشاکل حرف میزنه و ادعا میکنه، ولی تا حالا جرأت نکرده رو در رو جلوش بیسته. حاج صمد از اعیانان سرشناس شیراز بود که 5 سال پیش در سفر کازرون با داشاکل آشنا شده بود. همون جایی که حاجی برای اولین بار مردونگی و مرام داشاکل رو دید و حسابی ازش خوشش اومد. از اون موقع همیشه میگفت اگه تو این شهر فقط یه مرد باشه اون داشاکله. ماجرا از وقتی شروع میشه که حاج صمد از دنیا میره. حاجی که رفیق صمیمی داشاکل بود، لحظه آخر وصیت میکنه که داشاکل مراقب زن و بچهش باشه. حاج صمد روی بستر مرگ مرجان و همه اموالش رو به داشاکل میسپاره و میگه تو برادر منی، مرجان رو مثل ناموس خودت نگه دار و براش شوهر خوب پیدا کن. همین که پا میذاره تو خونه حاجی، چشمش به دختر 14 ساله حاجی مرجان میفته و همونجا یک دل نه 100 دل عاشقش میشه. 7 سال میگذره. داشاکل روز و شب مثل شیر از اموال و ناموس حاجی مراقبت میکنه. حتی از جیب خودش خرج میکنه تا آب تو دل زن و بچه تکون نخوره. اما یک بار هم عشقش رو به زبون نمیاره. پیش خودش میگه من صورتم پر از زخمه، 40 سالمه، این دختر امانت رفیقمه، نامردی اگه بهش نظر داشته باشم. این عشق اونو از درون میسوزونه. شبها پناه میبره به کنج خونه و عرق خوری. تنها همدمشم یه توتی میشه که درد و دلاشو فقط به اون میگه. مدام جلوی قفس تکرار میکنه مرجان، عشق تو مرا کشت. بالاخره برای مرجان خواستگار پیدا میشه، یک مرد پیر اما پولدار. وظیفه لوتیگری داشاکل حکم میکنه که قبول کنه. بساط عروسی رو جور میکنه، جهاز رو آماده میکنه و شب عقد کنان حساب 7 سال امانتداری رو میذاره جلوی امام جمعه و با دلی که خون شده از اون خونه بیرون میزنه. همون شب میره پاتوق همیشگیشو تا خرخره مست میکنه. موقع برگشت توی تاریکی کاکا رستم جلوی راهش سبز میشه و شروع میکنه به متلک انداختن. کوتاه نمیاد و با هم درگیر میشن. با اینکه مست بوده کاکا رستم رو نقش زمین میکنه، اما مرامش اجازه نمیده دشمنی رو که زیر دست و پاش افتاده و بکشه. واسه همین ولش میکنه که بره. همینجا کاکا رستم نامرد از فرصت استفاده میکنه، قمه رو از روی زمین بر میداره و فرو میکنه. داشاکل روی زمین میفته، خون از گوشه دهنش میزنه بیرون. مردم دورش جمع میشن و با عجله میبرنش خونه. فردای اون روز پسر بزرگ حاج صمد میاد بالای سرش. داشاکل که دیگه نفسهاش به شمارش افتاده و حتی توان حرف زدن هم نداره، فقط با صدای لرزون میگه تو این دنیا فقط همین توتی رو داشتم. جان شما و جان توتی بسپریدش به. عصر همون روز مرجان جلوی قفس توتی نشسته بود و به این پرنده بی آزار خیره شده بود. یهو توتی با همون لحن و صدای داشاکل در میاد و رازی رو که 7 سال تو دل اون مرد حبس شده بود فریاد میزنه. مرجان، مرجان، تو مرا کشتی، به که بگویم مرجان، عشق تو مرا کشت. مرجان خشکش میزنه، اشک از چشماش سرازیر میشه و تازه میفهمه چه عشقی بی صدا براش سوخت و خاکستر شد. این هم پایان داستان داشاکل بود. من سهراب روشنیم و خوشحال میشم اگر با دنبال کردن کانال در ادامه این مسیر روایتگویی همراه من بمونید.